آقای کرای پس چطوری؟ تشکر. زنده باشی. خوب هستین؟ جان جا رو بخیر. شکر. زنده باشی. مزه میتن؟ خیلی مزه میده. آوا بازی میدن. آره. که خیلی میکنه. متین چیکار کنی؟ چوب برم. نمیزنه. آفرین ملا متین. چوب میدگر کی بودی تو تالی را؟ سل که نخم که گرفتی یعنی از رای دور خواه اوکی. واه اینش باید تی بذاری. راحت. حالا چی باید؟ بیا کیک بخور. شما کس نگذاره این از کش دوربین مورم. حالا کیک بگید. بازو نیر کنجشتی قدن زیر از بلش میدنی خواه آفرین. چالار کی یاد داد تره؟ تقی. سلام علیکم سلکو بخی حرفه‌ای شدی ملا متین. چرا اتری منی ملا متین؟ کمی بذاره کنم که چیز کنم زود در بگیرم خب ملا متین آتیش روشن کردی؟ بشک. آشپزی رختون همونی نه؟ نه آشپزی را آقای رجب میکنه یک نفر داریم از اصل کویته. آره از مرکز شی. از مرکز کویته. آره ولی از امروز کرای مرغ جرمونه. کرای مرغ باش که انشالله را آقای تقی و فامیل و آقای متین خوش باید. یک دیگه راحت یک دفعه خوردیم خیلی مزه دار بود. آره دیگه. مزه اونجا تا حال مانده. باش که مزهش تازه کنیم. بخیر. خب آقای رجب یک ذره توضیحات بدی. سبکتو که توضیحات بدم. از این شروع منم از دستی چپ دیگه. پیش خود کرایی هستن. بعد از اوی گوشت هست، گوشت مرغ، روغن، از همبلیت یا بگم یا که مساله کرایی دیگه. بعد از او دیگه نان خشک و گرجه و دیگه همه چیزای مرج و دیگه تمام داروی مساله کرایی هست دیگه. بخی تاید راید است. بخی تاید راید دیگه. آقای آتیش هم سل کچ پس کچستر خوب مایی. آقای متین هم آتیش روشن کرده هم تو تاید راید ها. بس هم آتیش ها که این ناجور شده نه ای کم تر هم دیگه هم در کار میشن. نه دیکی و من قاب هم ملا متین. بس فعل به نظر یعنی ای هم هست او چوب دیروزه؟ بشک. خب خب آقای رجب آره چی دیگه مرحله رسیده؟ اینا نیشتیم که گوشت مصد کنن خوب سرخ که شد
بس نشان میدیم شما را چی رقم میشه. بله آره بسیار خوب است. اینجا هم توپ است برای بچهای رزه دیگه. آها آره خیلی خوب. آره گوشت که خیلی خوشه. آره نه از این قدم خوب چی میشه بخیر. چی که آقای رجب؟ هم دیگه اینا بخیر گوشت سرخ شده. چی رنگ خوبی شده. آره از خورده شد ماله. آره دیگه بس بخیر است. اما فرمش نندست نه؟ فرمش ننداختم. با سنایشم به جریان است. حالا وقتی شده که از روغن بکش دیگه آقای رجب. آره دیگه اینانی گوشت ما سرخ شده سیل که رنگش چقدر خوب شده. اینانی آماده که از روغن بکنیم. آره. تایت رایت شده. ملامتین تو ترکاری بابا در گردن گرفتی؟ این چرا دو دون چاقو داری؟ یک دون چاقو در جیب است، یک دون چاقو یا که او از بیرونیه یا از داخلیه؟ او کس چاقوی دیگه است، چاقوی آشپزی است. آها بیخی مجهز هستی ملامتین. چه ترکاری های خوب رنگ و رنگی چیزی مرجا رسه که تو این مرجا تلخ است یا که نه از مرجا چیز است؟ یعنی ها شکست دانه‌ای خریدم خب هایش خیلی تلخه ها؟ هایی گفت زمانتی تلخه تلخ و تند است. خوبش این مرج دلمر است که زنجبیل و پانجان لیمو. آقای آشپز هم که اونجا داره گوشتا رو میندازه من روغن. نوبت بعدی گوشت آره. این دفعه اولش بوده دیگه. آره سرخ شدگی اولش. اینان آره. این هم دفعه دو دفعه میشه دیگه. آره دو دفعه میکنم. آره بسیار خوبش. امیر نمیشه بخوریم این مالی؟ آره زنجفیل هم می‌کشم خود تو بریم باید خوب. نیاز نیست حتی رنده میخوایی؟ ما رنده. یعنی سیکن یعنی تا خوب شده. اوه چی ماده دارم ماده؟ هیچ قرمه کار نداره. نه قرمه خاطی نه دیگه پیاز و زنجفیل و سیر و از چیزا گرد شده دیگه هم مزه دار میشن. آقای رجب پیردار است اونجا. بسیار مهم است این جای اساسیه دیگه. خب پاپریکا هم قیله کنم. پاپریکا چیه؟ پاپریکا چیه؟ پاپریکا مرچ دلمر میگن. مرچ دلمر میگن. اورا من مولی سرخک میگم. نه مولی سرخک نیه. این چاکلیده. سلام علیکم. علیکم السلام. چاکلیت مخ سفید. اورا ما مولی سرخک میگم. ایرانی‌ها تروپچا میگن. سویدنی‌ها چی میگن؟ نمیفهم. این مرچات تند است. بس رو نگاه می‌دونش. یا تو نیه. اینجا نشته بود سرکس چیلی. من قوی‌ترین مرچ دیگه دانه‌ای بود. تند بود؟ هیچ نپرس. یعنی دیگه در واه رنگ چقدر خوب شده. طلایی شده. طلایی شده دیگه بخیر یعنی اینانی آماده که گرجه منش بندختم. بیار متین گرجه رو بیار. آقای متین از خیر خوب بیارو دیگه سه. نه گرواد نه.
فقط گرجه رو گفتم. تو آشپزی آقای رجب؟ بیار. گرجه گفت گرجه. اگر خیار گفتم بس خیار بیار. گوجه یا بانجان تومات. یا شمای بنده بانجان تو همه ایش بینه. فوره دیگه یالی کار خوب. یک در اینجا بخت بوی میده خوب بوی از آفریقا اینه دیگه واه. کدوم چون دیگه میگردیم که چی هست. طلایی و سرخ و سبز. سبز و اینانی ایشی سلکن بس یک شورت دیگهش که آماده میشه در روغن ما یه اویش هم سلکن. خوب خوشمزه خونه ها. یک سر آتش که پخته شد مزهش دبال میشه ها. همون طرف همه امور موگه تمام موگه واه بیشک آقای رجب. سک همه حالی موگه بیا مر بخور ولی فعلا نه موگه مساله زنبی نکن چی رنگی کشیده. آره کم کم سر روغن هم در داره. روغن هم داره خیلی قشنگ شده این رزو شور میدم که زیرش نگره خیلی خوب کار میکنه. این بلگی همین برگ برای دیگ است فقط برگای درختار رو جمع کردی آقای رجب و اون سرزمین سک. میزنی. همین برگار میشه خوش تا جان دولت خوش میزنی. نده؟ دیگه تو نخر تو شاخچه شیر بخور خیره. دیگه بخیر استا چی خبره جنگ کنیه؟ متین ده گرگ پیش کده. یعنی دل میشه بخورم بخورم موشه کل دیر کل استا متین همون همگه کدی شارلیک دیگه تو بخیر جنگ کد تو قرضداره با پختو سوایی آستا آستا کمی با عشق. آره با پختو سوایی آستا آستا سلو سلو. سلو خود خوبه متین آخر زور خود بزنم آخر زور خود بزن هر چی که زور داری متین همیشه بزن. تا والی سکتون قلپوتش خوردن این چی میگه در منطقه شما در تحقیق ها؟ همین چی میگه از اون نداره من تخیزم. نه در چی کردی آقای رجب؟ این بخیر دیگه آمادهش داره یه سلکو اوه چی رنگی کشیده ای؟ سلکو تو مرجار سلکو اینار سلکو در روغن هم یک دو دقیقه دیگه بخیره آماده یا هم آماده فقط مزه کراییم مساله در گوشتاب بوره چی کار کردی آقای رجب؟ اینانی بخیر آمادهش در سلکن رنگی کرایی رنگی در روغن هم در سلکن واه جای دوستا خالی دیگه خیلی قشنگ هم ده سلکن رنگشی تمام چیشی دیگه بخیره آماده برای خوردن بریم دیگه طرف خوردن. بریم بخیره دیگه لواب کرایی همیشه میتر مایه دیگه اوی قرمه نیه ای کرایی همزو جکس فکس است. لواب شکم زره اینی تر مایه یک مزه کوی چی خم آماده. بسیار خوبه خود آشپز سر مزه میکنه خود آشپز مزه نه. دیگه متین یک مزه کو تو هم که چی خم آماده. خب از قاب آشپز مزه کنه آره از قابش پس گرینی تر فرق نمونه از ما در اینجا بشینیم یا بنشیم جکس هم بوده. خیلی قشنگه سلاد نیست این طرف بنازه گوشت سلک چقدر نرم هم ده متین تو جنگلی نی در جنگل که پنجه گرفت. همو دیگه متینه ما باشیم بدانال نگن چی نه نظافت را مراد خوبه؟ اینا رو یک لقمه دمم جور که تو خیلی ایره پس کنی
نمو تالی هم دارم نقطون نشده نه دیگه خوب من گفتم پرت مرجا رو زیاد پرت انداختی دیگه. موج چی؟ موجا نخوشی بیا اوه برو بشین سورا 20 نمره. تشکر نوش جان برو بشین ما پول